در ولایت ختلون نورالله سعیدفی 64 ساله برادر سعید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحادیه نیروهای مخالفین توجیک با گمان دریافت مبلغ از خارجه بازداشت شده است. پیشتر دو برادرزاده عبدالله نوری نصرت الله سعید و محیب الله نوریدینов را نیز دستگیر کردند ولی دلیلش به طور رسمی اعلام نشده است. چی سبب است که در 2 ماه اخیر 3 خویشاوند رهبر پیشین مخالفان و رئیس سابق کمیسیه آشتی ملی تاجیکستان سعید عبدالله نوری بازداشت می شود؟ همکارم میرزانبی خالقزاد تلاش کرد به این سوال پاسخ یابد. بفرمایید. ببینید، مقامات امور داخلی ناحیه باختر و هم ولایت ختلان حاضر نشدند به این سال پاسخ دهند، ولی وقتی که برادرزاده نوری نصرت الله سعیدف را 2 ماه پیش دستگیری کرده بودند، یک مفتش پرونده در صحبت تلفنی کوتاه به رادیو آزادی گفت که اهل این خاندان از خارجه مبلغ میگیرند و نگفت سخن از چی مقدار پول می رود، اما تاکید کرد که پول از خارجه با راههای بیرون از بانک و نهادهای رسمی مالیوی به آنها می رسیده است. ضمناً ابوبکر نوری برادر سعید عبدالله نوری روز 15 مارس یعنی امروز از آلمان به رادیو آزادی گفت که دریافت مبلغ فقط بهانه برای بازداشت این 3 عضو خاندان نوری ها است و در اصل به گفته او انگیزهای سیاسی در میان است. وی همچنین گفت که پیوندان نورالله در خارجه هستند و به خانوادهشون یاری میرسانند از ساکنانی که در خارجه پیوندانشون زندگی میکنند خواهش میکنند در حجم 200 سامانی یا 300 سامانی کمک رسانند. اینها در اینجا به او میپردازند، مثل به گفته او 10,000 مهاجرینی که در روسیه و در کشورهای دیگر این کار انجام میدهند. به گفته منبع‌ها با وجود بازداشت نسبت هیچ کدامی از نزدیکان نوری تا هنوز پرونده باز نکردند و آنها همچنین وکیل مدافع هم ندارند. اخیراً هم نصرت الله سعیدف و هم محیب الله نورالدینов را از بازداشتگاه شهر باختر به یک بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه انتقال دادند. ببینید، این بوری اول نیست که با سبب دریافت مبلغ از خارجه نزدیکان خصوصا اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی رو بازداشت و محکوم میکنند. همین طور نیست؟ بله شهلا، دادگاه‌های تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفین تاجیک در خارجه به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه 2 سال پیش سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرده بود. بعداً در ماه آگوست سال 2020 دانا نبیف بابای دانا خیلی مرد سالمند را دستگیر کردند و برای دریافت مبلغ از خارجه و کمک به پیوندان اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی به زندان محکوم نمودند، ولی دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و هم بنابر بیماری سیل داشتنش او را آزاد کردند. آن زمان نزدیکان زندانی‌ها در خارجه فرستادن مبلغ را برای عائله‌شان رد نکردند، ولی گفته بودند که کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها عائله‌هایشان در تاجیکستان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشان به یاری آنها احتیاج زیادی پیدا کرده بودند. بله، تشکر برای صحبت فراگیر. یادآور میشم در استودیو با ما میرزانبی خالقزاد بود. بینندگان عزیز، قبل از اون که به موضوع دیگر بگذرم یادآور میشم که شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. اگر موضوعی دارید که میخواهید در برنامه‌های من بعد ما پیگیری شود، لطفاً برای ما نویسید.